انار میوه منفعت بخش و به بسیار دردها دوا بخش است. میوه‌ای که سرخ پوست و دانه هایش نیز سرخی دانه دانه ولی مزهش به هر طرزی، شیرین، ترشک و ناردان. ما را عجیب آنکه یک سرود یک شریف جورایف با نام انار آوردن خیلی معروف است. از دره کمراب انار آوردن، انار جان اناری. میگویند که در دره کمراب انار نمیروید. آن دختری محبوبه را با نام انار در نظر دارد. این یک معما نیست. اصلا وطن انار در تاجیکستان کوهستان درواز و قراتگین و حصار است. در قبادیان و شهر توس از همه بیش به انار پروری رو می‌آورند. دارایی باغبانان از حساب انار است. دیگر آنکه انار از قدیم به خلق ما وابستگی دارد. شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا انار را چنین شناخته: تخم انار و عسل به دردهای دندان و گوش مفید می باشد. ما را دیگر چیزی که به خود می کشد این از حد زیاد خلق به انار توجه نموده در روایات و دوبیتی ها فراوان نامش را آوردن است و در صنعت سخن مخصوصاً تشبیه انار یک واسطه روشن و شاعرانه شعر گشته است. ملهم بخارایی بسیار عجیب و جالب دل و سرخی آن را به انار مانند کرده است. او میگوید: وسط دل خون در اینجا چون انارم، باقی هرگز به کار خود ندارم. در روایت ها انار فرهاد هم ذکر شده است. انار فرهاد موافق داستان درخت انار افسانوی است که گویا از دسته تبری رویده است که فرهاد در وقت شنیدن خبر مرگ شیرین خودش را کشته بود. سرخی و دانه انار خون دل عاشق، اشک‌های خونبار فرهاد است و دسته تبر سبز شده انار بسته قصه فرهاد را افشا نموده. انار را محمد حسین از این روی برای معالجه کسلی‌های جگر، تپش زیاد قلب، درد سینه، سرفه، اینچنین جهت صاف کردن آواز و فربه کردن بدن فرموده است. ولی در تیپ مردمی اساساً میوه و شیره آن را وسیع استفاده می نمایند. طبیبان انار شیرین را هنگام کسلی‌های عضوهای راه نفس، تب بلند، کمخونی، سیل شوش، اصلاح انار ترش را باشد برای معالجه کسلی‌های جگر و دیابت قند توصیه می دهند. انار برای انکشاف یافتن طفلان نیز مفید است. باز طبیبان و دانشمندان تاجیک منفعت بخش و دوای بی‌مثل بودن انار را از تجربه و آموختن سرچشمه ها به چنین خلاصه آمدند: آب انار دوای تیرگی چشم. آب انار را در شیشه انداخته به آفتاب گذارند تا غلیظ شود، پس آن را در چشم کشند. روشنایی چشم را می افزاید. چقدر کهنه‌تر شود بهتر است. آب انار ترش را تا غفظ شدنش بجوشانند و عسل در آمیخته نیم گرم در گوش چکانند. درد آن را تسکین می دهد. انار شیرین را با مداومت بخورند. رنگ رخسار را نیکو می گرداند. 3 درم شاخ نعنا را کوفته با آب انار ترش بیاشامند. درد معده را دفع کنند. مزاج انار شیرین سرد در درجه دوم و یکم تر است. در میوه‌ای که منفعتش برای انسان زیاد است در شعر و ترانه‌های مردمی فراوان ذکر می‌گردد. انار: از تار چنار انار می‌گیرم، از بختک یار تومار می‌گیرم. از بختک یار تومار گرفته نشد، در پیشک یار قرار می‌گیرم. و یا یاری همه یار و یاری من دانی انار، یاران جهان به یاری من خدمتگار. باشد که خدا به من رساند یاره،
یار از سر من گردد و من از سر یار. می توانیم باز رباعیات زیادی بیاوریم. از این رو رخ یار را مانند کردن، با انار و گل نار و لب یار را به انار خندان تشبیه دادن برای شاعران خوش است. آنسانی که حسین واعظی کاشفی گوید: انار است چون لبی دلدار خندان، حریفان را حریفی آب دندان.